دوستان عزیز، همونطوری که من قولشو داده بودم میخوام این کتاب رو معرفی بکنم که اگر این کتاب رو کامل متوجه بشید یا کسی در آینده بتونه بخونه، به این پی میبره که جهان چگونه داره اداره میشه. بسیار بسیار کتاب جالبیه و میتونم بگم تأثیرگذار روی افکار انسان ها. من چند وقتی بود همچین کتابی نخونده بودم حقیقتا و گفتم حتما با شما به اشتراک بذارم، چرا که دقیقا خیلی از اسنادی که انسان ها نیاز دارن برای رسیدن به حقایق در اینجا هست. و اینکه ما یک ضرب المثلی رو شنیدیم، میگن که کسی که پول رو هدایت میکنه یا پول رو در اختیار داره، جهان رو داره هدایت میکنه، که در این کتاب بهش پرداخته. و اگر که تا آخر این لایو رو ببینید به حقایق بسیار بسیار زیادی میرسید. درود به تمام دوستان. درود درود درود. اسم کتاب دی کراتور فون، این یه شهریه. بذارید من بیارم بهتون نشون بدم، چون من میترسم اشتباه تلفظش بکنم. او فرتیک. این یه شهریه که در اونجا، این بالا رو میبینید، این یک ساختمونی داخل یه شهری در ایسلند و در اینجا 7 نفر با همدیگه قرار مخفیانه میذارن و مبنی رو بر این میذارن که در آینده همه بانک ها با همدیگه کار بکنن و از اونجا بانک مرکزی فدرال رزرو درست میشه. و در اینجا همونطوری که من گفتم داستان پول رو بهش میپردازیم، تاریخ پول تا به امروز، که اصلا پول چی هست. شما یک کشور رو بیایید نام ببرید، یک کشور رو نام ببرید که بیان توی مدارسش در مورد پول صحبت بکنن، واقعا پیدا نمی کنید. خب بذارید من شروع بکنم. اول از همون چگونه به وجود اومدن پول صحبت بکنیم. مثلا پول چگونه شد که به وجود اومد کلا. بذارید من اینو بفرستمش کنار. تایلند اندن. انسان های اولیه خب شکار میکردن و همون چیزی رو که شکار میکردن در جا میخوردن. اصلا این چیزی که ما علاقه داریم به این که زیاد بخوریم از همونجا میاد، چون که انسان های اولیه چیزی رو که شکار میکردن انقدر میخوردن که فکرشو نمیکردن که کی دوباره غذا گیرشون بیاد. به خاطر همین یکی از عادتهای انسانها شده که همچنان براش مونده که زیاد میخوره. ولی نه، یه زمانی شد که مثلا یه فیلهای کوچیکی بود، اینا رو شکار میکردن و براشون زیاد بود. به خاطر اینکه این از بین نره میرفتن به بقیه هم میدادن، یعنی وارد داد و ستد شدن با کسان دیگر. و این ادامه پیدا کرد تا اینکه یک جانشین شدن و به خاطر اینکه این داد و ستدها رو راحت تر بکنن اومدن سکه درست کردن. حالا به شکل طلا بود، به شکل برنز بود، یا به هر شکلی اومدن اینا رو درست کردن و پول درست شد. پول زمانی که درست شد، اینا به خاطر اینکه پول رو به کسی میدادن، به خاطر اینکه فراموش نکنن، خط رو اومدن کشف کردن. یعنی انسان خط رو کشف کرد به خاطر اینکه بدهکاری‌ها و غیره رو بنویسه. و زمانی که خط رو کشف کرد و شروع کرد بنویسه، کاغذ رو کشف کرد، این به مرور اومد جلو تا زمانی که انسان‌ها پولشون رو دیگه پیش خودشون نگه نمی داشت. البته در چین پول کاغذی بود ولی در اروپا وجود نداشت. انسان‌ها به خاطر اینکه امن باشه جای پولشون می‌بردن به یک کسی امانت میدادن و این امانتی که به یه شخصی میدادن چه اتفاقی میافتاد؟ یه سندی میخواستن. سندش چی بود؟ کاغذ مینوشتن به طرف میدادن و از همونجا در اروپا رایج شد که پول کاغذی رو چاپ بکنن. یعنی یه جورایی یک سندی میدادن بیرون و پول مردم رو نگه می داشتن و اینا شروع کردن اون پولی که دستشون بود رو بین بقیه تقسیم بکنن
و ازش سود بگیرن. خوششون اومد یه زمانی، تا اینکه اومدن چه کار کردن. خیلی ها درود میگن، درود به تمامی دوستان. آخر لایو یا وسط لایو من گاهی قطعش میکنم، میتونید سوالات خودتون رو بپرسید. این رسیدی که به اونها میدادن بابت پول به یه جایی رسید که دیگه اینا بدون پشتوانه همینطوری داشتن سکه هایی که از مردم گرفته بودن رو با سود میدادن به بقیه و کسی هم نمیرفت به حساب. همه نمیرفتن یک جا یه دفعه به پیش بانک بهش بگن که پول ما رو پس بده. همین الان هم کسی شما ببینید نمیره دم بانک وایسه بگه که پول ما رو پس بده، مگه این که بشنون که بانک ورشکست شده. که در اینجا هم به این موضوع میپردازه، میگه که بانک ها زیاده روی کردن در آمریکا و باعث این شد که مردم ناراضی حمله بکنن به بانک ها و بانک ها پولی نداشتن به اونها بدن. و دقیقا همین اتفاق افتاد و مرکزش کجا بود؟ در انگلیس بود. به خاطر همینه که اصلا اقتصاد در انگلیس به وجود اومده، بانک ها در انگلیس به وجود اومدن. اگر یادتون باشه در صفحه دوم من دیده باشید، من یک کتابی رو آوردم معرفی کردم. از این کتاب در مورد انگلیس بود، امپریالیسموس، و در اونجا گفتم که این نویسنده سال 1904 قبل از جنگ جهانی اول میاد میگه که ما نیازی به کشورهای مستعمره نداریم، چرا که ما محافظ اموال سرمایه‌دارها هستیم، محافظ اون ارزش‌های خودمون نیستیم. اگر که ندیدید میتونید برید ببینید در صفحه دوم من، حتما ببینید، خیلی جالبه. یعنی افکارتون نسبت به انگلیس و اون خیانت‌هایی که به جهان کرده تغییر میکنه. ما چیزی به نام امپراتوری ملت نداریم، امپراتوری اقتصادی داریم. و در کل میاد در اینجا ادامه میده، میگه که اینها شروع میکنن کاراشون رو همینطوری ادامه بدن و این انسان چیز داره دیگه، یه جوری طمع داره و این طمعش باعث این شد که اینا بیان چه کار بکنن؟ کاغذهای بیشتری رو به بازار ارائه بدن که ما به عنوان پول میشناسیم. و با این روش چه اتفاقی افتاد؟ یک گرونی بی حدی در انگلیس به وجود اومد که دولت انگلیس خودش رو موظف دید جلوی این رو بگیره، ولی نمیتونست. چرا که خود انگلیس وابسته به این بانک ها بود. اما اومد یک دوره کوتاهی جلوی اینها رو گرفت، شاید 1 سال 2 سال بیشتر طول نکشید و اینها دوباره شروع کردن بدون پشتوانه پول رو به بازار وارد بکنن. یکی از دلایل دیگه هم که اصلا کل این سیستم اقتصادی جهان به وجود اومده عدد صفره که از ایران میاد. به زبان انگلیسی میگن زیرو، به زبان آلمانی صفر. عدد به آلمانی میشه صفر، از همون کلمه صفر میاد. البته بزنید توی اینترنت میگه کلمه عربی، در حالی که یک ایرانی کشفش کرده. حالا کاری نداریم، ولی کلنش این صفر باعث شد که کار بانکدارها آسانتر بشه و حساب کتاباشون رو راحت‌تر انجام بدن. خب اینا شروع کردن همینطوری بیان جلو. در آمریکا بانک‌های زیادی زده شد، در انگلیس بانک‌های زیادی زده شد و هر کسی برای خودش داشت مستقل کار میکرد. تا زمانی که یک خانواده‌ای روی کار اومدن، در موردش صحبت کردم، اونم در صفحه دوم میتونید ببینید، به نام روتشیلد. خانواده دیگری به نام مورگان در آمریکا و چندین خانواده دیگه که اینا سرمایه‌دارهای بزرگ بودن. اینا به خاطر اینکه نه اینکه از هم دیگه خوششون بیاد، به خاطر اینکه منافع خودشون رو حفظ بکنن، یک قراری میذارن که برن چه کار بکنن؟ یک بانک مرکزی درست بکنن و در اونجا تصمیماتشون رو بگیرن، بر علیه هم کار نکنن بلکه برای هم کار بکنن، چون که بر علیه هم کار کردن باعث نابودی اینها میشد و این کار رو انجام دادن. 7 نفر به طور مخفیانه میرن در اینجا که من عکسش هم بهتون نشون دادم، بذارید من دوباره بهتون نشون بدم. در ایسلند، اینم اگر اشتباه نکنم مورگانه، نمیدونم کامل چیز اسمش معلوم نیست. در این ساختمون میرن به طور پنهانی، قطاری رو داشته حرکت میکرده به اون سمت، به عنوان انسانهای معمولی به اونجا سفر میکنن و با یک قطاری
و در اونجا با هم دیگه به توافق میرسن که چیزی رو به نام فدرال رزرو درست بکنن. من اینو پاکش بکنم. و بعدش اینها به خاطر اینکه دوام داشته باشن همیشه یک جنگی را مینداختن، یعنی نیاز به جنگ داشتن که چه کار بکنن؟ پول به دولت ها بدن. دیگه بانک، این که شما فکر بکنید بانک آمریکا دست آمریکا، این کاملا اشتباهه. اصلا آمریکا خودش پول چاپ نمیکنه، آلمان خودش پول چاپ نمیکنه، اینها پول رو میگیرن از بانک ها، به اینا پول داده میشه. حالا چگونه به اینها پول داده میشه؟ دولت ها باید بدهکار بشن. چگونه بدهکار میشن؟ یه دولت چگونه میتونه بدهکار بشه؟ زمانی که وارد جنگ بشه، زمانی که یک بیماری بیاد، یه پاندمی بیاد، مانند همین کرونایی که ما پشت سر گذاشتیم، هر بحرانی که به وجود بیاد، دولت نیاز به پول داره و این پول رو میاره که چه کار بکنه؟ این بتونه چاله هاشو پر بکنه. من یک مثال کوچیک رو از جنگ جهانی اول براتون میزنم. این جنگ جهانی اوله. صفحه کتاب رو من ببینم. آره اینجا. این جنگ جهانی اوله. میگه که اول جنگ جهانی از سال 2004 ببخشید میگه اول جنگ تا آخر جنگ. ببینید در آخر اینجا میاد میگه 9100% اجناس گرون شده و زمانی که جنگ تموم شد. حالا بذارم جنگ جهانی اوله، من اشتباه نگم سالشو اینجا نزده متاسفانه. نه، سال 1863 در اینجا نوشته سالشو. من فکرم جنگ جهانی اوله، صفحه‌شو اشتباه آوردم. و بعدش یک رئیس جمهوری میاد روی کار و نگران شرایط آمریکا میشه. ببینم من درست آوردم صفحه‌شو. نه این نیست. فکر کنم کدوم بود بعد صفحه‌شو عکس نگرفتم ظاهرا. اداره بیدم آپریشن. خب اینو به اندنش بکنم. در اینجا من همینطوری صفحه‌شو بهتون نشون میدم. لینکلنز، من چون انگلیسی این اسما بلد نیستم تلفظش، چون من انگلیسیم خوب نیست. در اینجا میاد نگران این موضوع میشه. میگه که اگر همینطوری این قضیه پیش بره، زمانی خواهد شد که تعداد کمی در آمریکا قسمت بسیار بسیار زیادی پول رو در دست دارن و آمریکا رو هدایت میکنن و این شخص در آخر ترور میشه. من فکر کنم صفحه کتاب رو عکس گرفته بودم، نمیدونم چطور شده. در کل در آخر میگه که این شخص به احتمال زیاد در آینده تعداد کمی پول کلی آمریکا رو در دست میگیرن، که دقیقا هم همین اتفاق افتاده الان در آمریکا و ایشون ترور میشه چون که میخواد جلوی اینها بیسته. و یک شخص دیگه هم همین کار رو اومد بکنه، کندی، که دقیقا اونم ترور شد. که حالا من یک کتابی رو دارم در موردش میخونم، جلدشه اون خودش اونجا، حتما میام باهاتون به اشتراک میذارم. البته چندین کتاب خوندم، اینو بخونم از اونها هم نقل قول میکنم، همونطوری که الان از این کتاب نقل قول کردم. از یه کتاب دیگه هم هست، Verschwörung des Schweigens، اگر که پیداش بکنم، داشتمش اینجا. این دی بانکیا اون Verschwörung des Schweigens مال همون کندی، من صحبت کندی رو کردم. این دی بانکیا Verschwörung در اینجا هم میاد، در مورد رئیس جمهور آمریکایی صحبت میکنه که از همه خانواده روتشیلد وام گرفته بود و میخواست سودشو بهشون نده، که به طور عجیبی ترور میشه. بعداً میایم جلو. در جنگ جهانی اول دوباره همین اتفاق میفته. در جنگ جهانی اول اصلا چگونه شد که آمریکا اومد در جنگ جهانی اول؟ در اینجا مینویسه، میگه که آمریکایی‌ها اصلا دوست نداشتن وارد جنگ اروپا بشن، میگفتن به ما ربطی نداره. اما زمانی که یکی از کشتی‌های انگلیسی که آمریکایی‌ها هم توش بودن
غرق میشه، باعث این میشه که آمریکایی‌ها بخوان وارد جنگ بشن. الان همین داستان اسرائیل هست، مردم اسرائیل یه دفعه خواستن که وارد جنگ بشن با غزه، لبنان و غیره. اگر که اون اتفاق نمیافتاد، اگر حماسی‌ها به اونجا حمله نمی‌کردن، این اتفاق هیچ وقت نمیافتاد. و دقیقاً در جنگ جهانی دوم هم پرل هاربر رو ما می‌بینیم دقیقاً همین اتفاق میفته. حتی زمانی که آمریکا با اسپانیا می‌خواست وارد جنگ بشه، دقیقاً همین اتفاق افتاد. اما در اینجا میاد توصیف میکنه که چگونه این اتفاق افتاد. میگه کشتی رو پر از مهمات کردن، فرستادن به سمت انسانهای معمولی. فکرشو بکنید الان در خاورمیانه جنگ، یا اسرائیل میخواست به چیز حمله بکنه، به ایران، یا ایران میخواست به اسرائیل حمله بکنه. قبلش گفتن کسی پرواز نکنه و کسی دیگه پرواز نکرد. دقیقاً همون موقع هم آلمان این رو اعلام کرد، اما روزنامه‌های بزرگ اینو اعلام نکردن. چرا که میخواستن این اتفاق بیفته و خواسته آمریکایی‌ها به جنگ زیاد بشه. کشتی که وارد آبها میشه با سرنشینان بخت برگشته آمریکایی میاد به سمت انگلیس و جالبیش اینجا میگه که زمانی که به سمت انگلیس میومد سرعتش رو به طور کلی کم کرده بود و آلمانی ها زیردریایی رو درست کرده بودن که با اونها کلا انگلیس رو محدود کرده بودن، نمیذاشتن یه مهماتی بهش برسه. اما زمانی که این کشتی رو میزنن متوجه میشن که چه اتفاقی افتاده. آمریکا اومد وارد جنگ جهانی اول شد و همین که وارد شد مورگان وام میده به انگلیس، فرانسه. میبینید؟ یعنی از هیچ اومد پول درست کرد، داد به انگلیس و فرانسه و با اون شروع کردن دوباره تجهیزات نظامی بخرن و بعد از جنگ جهانی اول انگلیس بدهکار میشه. انگلیسی که قبل از جنگ جهانی اول اصلا بدهکاری نداشت. میایم جلوتر تا به جنگ جهانی دوم برسیم، همین اتفاق میفته. اصلا جنگ جهانی دوم انقدر چیز گنگیه که حد حساب نداره. فکرشو بکنید، آلمان، حالا توی اینجا در مورد جنگ جهانی دوم ننوشته ولی کلا آلمان فکرشو بکنید یه کشوریه که نفت نداره. شما فکرشو بکنید هیتلر کلی سلاح داشته باشه، کلی تانک داشته باشه، کلی هواپیما داشته باشه، وقتی نفت نداشته باشه چه کارش میخواد بکنه؟ نفتش رو از آمریکا می آورد هنگام جنگ. یک کتابی از دنیل گانزا در مورد اول می نویسه، در مورد نفت می نویسه. در اونجا به صراحت اومده گفته. حالا اینایی که من میگم یه دفعه یادم میاد، به خاطر همین کتابش هم اینجا، من 3 تا کتاباشو خوندم. خیلی کتاب جالبی هم هست. این خیلی کتاب جالبیه. در مورد نفت می نویسه، میگه که چگونه اروپا نعشه نفته. چیز رهاش میشه یه جورایی بعد از مستی به حساب تلو خوردن و میبینیم بهش کمک میکنن. چرا؟ چون که اگر جنگی وجود نداشت خب چه اتفاقی میافتاد؟ اینا دیگه نمیتونستن دوباره وام بدن و در سال 1944 یک جایی رو تأسیس میکنن به نام EVF و از اونجا در شوایس و از اونجا شروع میکنن تصمیم میگیرن به چه کشورهایی وام بدن و از هر بحرانی سوء استفاده میکنن. اصلا واسه شون مهم نیست چه بحرانی باشه. اصلا واسه شون مهم نیست که در مورد چی باشه، چه جنگ داخلی باشه و غیره. حتی جنگ ناپلئون یه سخنی رو میگه که پول نه ملیت میشناسه نه وطن میشناسه، اما ناپلئون رو کاری میکنن باش که خودش بره وام بگیره. ناپلئون که خودش یک همچین حرفی زده بود و میگفت بانک‌ها کلا باید نابود بشن، کاری باهاش میکنن که بره وام بگیره. و یک سخن دیگه از روتشیلد که من استوری هم کرده بودم، بذارید من سخنش رو بیارم بهتون نشون بدم اگر که درست باشه. آره، در اینجا میگه بذارید من پول رو به دولت‌ها بدم و اون رو کنترل بکنم. برای من اصلا مهم نیست چه قوانینی در اونجا
اجرا میشه. این سخن روتشیلد رو کسی متوجه بشه کامل متوجه میشه در جهان چه خبره. اصلا هر دولتی مال خودش هر کاری داره میکنه، ولی پولش رو از کجا داره میره. همین الان فکرشو بکنید دولت ایران بدهکار شده، پولش رو باید بگیره دیگه. من همیشه میگم این تظاهراتایی که ما میکنیم بعد یه طوری باشه مداوم باشه که جمهوری اسلامی کلا بدهکار بشه که اینا بیخیال جمهوری اسلامی بشن و بذارن برن. و در مورد روسیه و چین مینویسه، روسیه همه فکر میکنن ابرقدرته و غیره. انقلاب روسیه رو شما برید بخونید، در موردش میگن که از آلمان پول بهش دادن، اما در حقیقت در صفحه 305 این کتاب در مورد یک شخصی مینویسه به نام تروتسکی، نمیدونم حالا درست تلفظش بکنم چون روسیه کلمه. در مورد تروتسکی مینویسه، میگه این رابطه پولی بین روتشیلد و لنین بود و خودش یهودی بود. لنین هم یهودی بود و باعث این میشن که انقلاب روسیه اتفاق بیفته. و در مورد چین میاد میگه چین زمانی که انقلاب در چین اتفاق افتاد اصلا کلا نابود شده بود. چین زمانی شروع کرد آباد بشه که از خارج شروع کردن بهش کمک بکنن. چه کسی کمک کرد؟ شروع کردن بهش وام بدن. همین الان این جاده‌ای که دارن میزنن به عنوان جاده ابریشم از بالای دریای کاسپیان، این جاده رو داره وام میگیره چین، یا جاهای دیگه‌ای که داره سرمایه گذاری میکنه داره وام میگیره، یعنی خودش رو بدهکار میکنه بدون دلیل. اصلا نیازی نداره، چین خودش قدرته واسه چی بره وام بگیره یه جا درست بکنه که بخواد سود بانکی بده. میدونید چی میگم؟ دقیقاً هر کشوری رو که اینا میخوان بیارن روی کار، یه کاری میکنن که همیشه بدهکار بمونه. همین آلمان، اتریش، هر کشوری رو شما فکرشو بکنید، بحران درست میکنن، بدهکار میشن و دقیقاً باعث این میشن که دولت ها بدهکار بشن. اما به موضوعی میپردازه، میگه که اگر که ما هیچ کدوممون نریم وام بگیریم و جنگی در جهان نباشه، باعث این میشه که این بانک ها ورشکست بشن، که بانک ها مبنی رو بر این میذارن همیشه که هیچ وقت این اتفاق نمیفته. من یه مثال کوچیکی رو واسهتون بزنم. برید در مورد سال 2007 تا 8 بخونید، بحران جهانی چگونه اتفاق افتاد. در سال 2007 تا 8 اومدن چه کار کردن؟ بانک ها اعلام کردن تقریبا 0%. درصد سود بانکی 0. چه اتفاقی افتاد؟ خیلیا که یه ذره پول داشتن سریعا دویدن رفتن وام های کلانی گرفتن و شروع کردن زمین خریدن. از کجا اومد این پول؟ به یک باره از کجا اومد این پول؟ همش از هیچ درست شد. و تصورش رو بکنید از هیچ یک دفعه بیاد کلی پول وارد بازار بشه، یعنی ارزش خودش رو از دست میده. حتما در مورد این بحران برید بخونید، چشم و گوشتون باز میشه، یا گوش بکنید، هر کاری که دوست دارید بکنید، ولی این رو انجام بدید. پول هنگفتی وارد بازار شد، همه چیز گرون شد، یعنی مردم باعث خودشون شدن. شما در ایران دقیقا همین داستان رو میبینید. زمان احمدی نژاد اومد یه دفعه کلی خونه درست کرد و گفت بیاید من واسهتون خونه درست کردم، وامم بهتون میدم. وام از کجا به مردم میده؟ از کجا؟ از هیچ. یعنی دقیقا کسانی که وام میگیرن باعث گرونی میشن. و جالبتر اینجا میگه اصلا این بانک ها آرزوشون اینه که اون کسانی که میان به حساب از بانک وام میگیرن نیان تصفیه بکنن که دوباره به اینا وام بدن. چگونه؟ میشینن سر یه میزی میگن خب تو که پول نداری، ما مجبوریم دوباره به تو وام بدیم که سود قبلی رو بدی و این جدیدی هم نگه داری و یه پولی هم بهت میدیم که بری یه کاری رو راه بندازی که بتونی پول ما رو پس بدی. یعنی یه وام دوباره ای هم میدن، از هیچ دوباره پول درست میکنن. نمیدونم متوجه شدید یا نه. بذارید من یه سوالی بپرسم، اگر که سوالی دارید بپرسید تا من برم جلوتر. درود.
سوالی ندارید من برم جلوتر همینطور؟ و این باعث این میشه ظاهرا کسی سوال نداره، اعدامش کردم متاسفانه. من خودم توی آلمان چند بارم رفته بودم واسه چیز تظاهرات، واسه آقای جمشید، درود بر شما. و این باعث این میشه که همه چیز گرون بشه. زمان رئیسی ما دوباره همین، یعنی زمان هر رئیس جمهوری همین داستان رو ما داریم. میان یک کلکی رو باز میکنن که مردم رو بکشونن به سمت بانک ها، به یه بهونه‌ای به اینا وام بدن و مردم رو بدهکار بکنن و این باعث گرونی ها در جامعه میشه. درود بر شما. اگر که متوجه شدید و سوالی ندارید، اصلا سود در اسلام حرامه. اگر که سوالی ندارید من لایو رو ببندم که طولانی نشه و لایو بعدی الان بالای 10-15 نفر درخواست دادن، من لایو بعدی شما رو میارم بالا. سود وام حرامه. بله. درود بر شما. خب دوستانی که لایو رو دیدن میتونن نظرات خودشون رو بعداً بنویسن و لایو رو هم برای دوستان خودتون بفرستید. اگر که صفحه یوتیوب من ندارید دنبال بکنید. امیدوارم که واضح گفته باشم. تا درود دیگر، بدرود. من لایو رو ذخیره‌اش میکنم الان. سوال دارید؟ طولانیه؟ من نمیدونم چقدر طولانیه، چون زیاد طول بکشه. نه از قرن 20 شروع نشده، این از قبل بوده، از قرن 17 شروع میشه تقریبا و میاد در قرن 20 یک شکل کلی میگیره. در سال 1913 یک شکل کلی میگیره، یعنی اینا میشینن با هم دیگه صحبت میکنن و میگن ما با هم دیگه کار میکنیم، اگر که با هم کار نکنیم باعث نابودی هم دیگه میشیم. این نیستش که اینا از هم دیگه خوششون بیاد. این به این معنیه که این به این معنیه که برای بقای خودشون با هم دیگه کار میکنن. این همه طلا و پول تو دنیا هست، خب آخرش که چی؟ انسان متاسفانه همونطوری که گفتم طمع داره. شما، حالا من نمیگم شما، کلا انسان ها به افکار خودتون رجوع بکنید، انسان های امروزی ها متاسفانه تا میخوان با یکی رفیق بشن یا آشنا بشن، اولین چیزی رو که توش میبینن میگن که این چه سودی برای ما داره، این برای ما چه کار، یعنی طرف رو دیگه مد نظر نمیگیرن. انسان دیگه مهم نیست در جامعه نظام سرمایه‌داری یا کاپیتالیسموس، انسان دیگه به بودنش نیست. به خاطر همینه که انسان‌هایی که پیر شدن بیشترشون توی خانه‌های سالمندان هستن، بلکه موضوع انجام دادن، یعنی کاری رو انجام دادن، یعنی موضوع بودن دیگه نیست. قدیم پدر مادرها رو نگرم داشتن توی خونه، بهشون میرسیدن، هواشون رو داشتن. الان دیگه اونطوری نیست و رفاقت ها هم متاسفانه همینطوری شده. کسی که با کسی دوست میشه اولین کاری که میکنه محکی که میزنه، آره این به کجای من به درد من میخوره، به درد این همینطوریه. و اونا هم همین ذاتو دارن، اونایی که پول زیادی دستشونه همین ذاتو دارن. و در آخر کتاب، خوب شد من لایو رو نبستم، میاد در مورد موضوعی صحبت میکنه، میگه که این داستان تا کی ادامه پیدا میکنه. بذارید من واسهتون بیارم. میگه این داستان بی‌ارزش شدن پول تا زمانی ادامه داره که مردم دیگه هیچ چیزی رو در اختیار نداشته باشن. من سوال شما پاسخ میدم. میگه تا زمانی که این مردم دیگه هیچ چیزی در اختیار خودشون نداشته باشن
و این میشه نظام کمونیست. کسانی که روی کار هستن یک افکار کمونیستی دارن. کمونیست چی میگه؟ میگه که اصلا نباید دولتی وجود داشته باشه، نه مردم بینشون فاصله طبقاتی باشه. یعنی چی؟ یعنی هیچ کسی هیچ چیزی نداشته باشه. کمونیست نظریش اینه، مثل انسانهای اولیه که حرکت میکردن، چیزی گیرشون میومد میخوردن میرفتن جلو و غیره. اما در اینجا موضوع فرق میکنه. خب اگر که یه همچین داستانی اتفاق بیفته، کی میخواد همه مردم رو هدایت بکنه؟ خب همه به جون هم میافتن. یک گروهی میمونن که بسیار بسیار ثروتمندن و اینها رو زیر نظر میگیرن که انسانها به همدیگه حمله نکنن. اصلا یک جامعه در همی میشه، هیچ کسی هیچ چیزی نداره. و در آینده آیه ارنست وولف در یک کتابی نوشته به نام EVF، میگه که در آینده دیگه پولی وجود نداره. پول نقدی که ما الان توی دستمون میگیریم دیگه وجود نخواهد داشت و از بین میره. فقط پول دیجیتال میشه که در چین هم دارن این کار رو انجام میدن و این پول به احتمال زیاد یک آبلافت اتمی داره، یعنی اینکه یک تاریخ انقضایی داره. یعنی چی؟ یعنی شما اگر که یک مقدار پولی در بانکتون داشته باشید، اگر اونو خرجش نکنید از بین میره و ما داریم به اون سمت میریم. واقعا منظورم اینه که امیدوارم که خوب گفته باشم. برای ثروت اندوزی این دوتا خانواده است، یه جا دیده بودم. آره ببینید، انسان ها به خاطر اینکه اون چیزی رو که دارن حفظش بکنن همه کاری میکنن و اصلا هم واسهشون مهم نیست که چه اتفاقی میفته. من در مورد یه جنگ جهانی اول یه سری صحبت کردم، از یه کتابی نقل قول کردم، گفتم که در مورد روزولت مینویسه، میگه که میخواستن به این بمب اتمی رو استفاده بکنن و صحبتی که میکنه جالبه، خیلی هم غم انگیزه. میگه که مهم نیست چه اتفاقی با بشریت میفته، ما این رو انجام میدیم. بهش میگن که احتمال داره کل جهان از بین بره، میگه مهم نیست، ما این رو انجام میدیم. یعنی ما با یک همچین انسان‌های سر و کار داریم که اصلا واسهشون مهم نیست. میگن اگر که قرار باشه ما از بین بریم، بذار از جهان از بین بره. یک همچین افکاری دارن واقعا و این غم انگیزه واقعا و ما هم در این سیستم داریم زندگی میکنیم. اگر که شما 50 سال پیش میگفتید که ما یه چیزایی دستمون میگیریم، هر جایی بریم زیر نظرمون میگیرن، هیچ کسی باورش نمیشه. الان ما گوشی داریم دستمون، خیلی چیزامون رو زیر نظر میگیرن و در آینده من در موردش صحبت کردم، به طوری میشه که انتخابمون دیگه همه چیزمون توی گوشیه. به گوگل میگیم چه ماشینی بخره، همه افکار شما رو، شخصیت شما رو میشناسه، میگه فلان ماشین. اینطوری میشه در آینده و بعدش به اون جایی میرسیم که گفتم و به احتمال زیادم به زودی باشه. من نمیدونم، حالا اینا که میگن، خیلی ها میگن تا سال 2030، بعضی ها میگن تا سال 2050. حتی هراری هم در اون کتاب انسان خردمندش به این موضوع اشاره میکنه. آخر کتابش میاد میگه که انسان در آینده یک چیپ میشه در سیستم. چیپ میشه در سیستم. شما فکرشو بکنید چی میشه انسان؟ دیگه اصلا وجود خارجی ما نداریم، روحی نداریم، اصلا دیگه افکاری نداریم، همه چیزمون دست افراد دیگه است. ما هیچ اراده‌ای از خودمون نداریم. زنده باشی. اگر کسی سوال دیگه ای نداره من لایو رو ببندم و دوستانی که درخواست دادن میتونن بیان بالا و اگر مسلمان باشن که باشون مناظره میکنیم. تو استوری اعلام کردم دوست عزیز، توی استوری نگاه بکنید هستش. زنده باشید. سوالتو بنویس. من اون زمانی که میگم سوالو بنویسی بعد آماده داشته باشی، نگه دار تا گفتم بدن روش میاد. به خط لاتاین بنویسید من متوجه نمیشم. زنده باشید.
به زودی ارز دیجیتال صحبتشو کردید، به زودی به احتمال زیاد، نمیدونم حالا احتمال یک جنگی وارد اروپا بشه که چیز ارتش آلمان هم احتمالشو داده. اگر که این اتفاق بیفته هر کسی هر پولی که داره به احتمال زیاد از بین میره. دوستانی که در اروپا هستن، در اونیون هستن، پولهاشون رو در شوایس سرمایه گذاری بکنن، چرا که در اروپا هیچ امنیتی نیست. برن توی اونجا طلا، برنز، هر چی میتونن بخرن، اینجا سرمایه گذاری نکنن، چون که شوایس کشوریه که 2 تا جنگ جهانی رو پشت سر گذاشته و هیچ اتفاقی براش نیفتاده. و در مورد همین آلمان بگم، قبل از جنگ جهانی اول شخصی میخواست یک آپارتمانی بخره با پولی که داشت، نخرید. بعد از جنگ جهانی اول ارزش پولش به حدی شده و که رفت چند تا شامپاین خرید. یعنی پولتون انقدر بی ارزش میشه که حد حساب. امیدوارم که جنگ اتفاق نیفته، ولی احتمالش هست که این اتفاق بیفته. اگر سوال دیگه ای ندارید من ببندم. این لایو رو ببینید متوجه میشید. اگر میخواید چیزی بخرید در شوایس بخرید، در اروپش اونیون هیچی نخرید. من به شما بدرود میگم. این لایو هم اگر چیز شد برای دوستان خودتون بفرستید و لایو بعدی هم اگر کسی خواست بیاد بالا. ارجاسی سربلند باشید. صفحه دوم منم اگر که ندارید دنبال بکنید. بدرود. من میام الان.